داخل این ویدیو میخوام در مورد پری دریایی صحبت کنم. حقایق ترسناکی وجود داره که هنوز همه نمیدونن و ازشون اطلاع ندارن که اصلا پری دریایی واقعیت داره یا نه، یا یک افسانه است. پری دریایی در فرهنگ عامه یک موجود آبزیه که سر و تنه‌ای به شکل آدم داره، یعنی به شکل یک زن خیلی خوشگلیه، ولی از تنش به پایین یه دومه به شکل ماهی داره که فکر میکنم همتون عکسش رو دیده باشی. توی خیلی از افسانه‌های زیادی که نوشته شده، پری دریایی کنار دریا یا لب ساحل روی یه صخره میشینه در حال شونه کردن موهاش و اون دستش هم آینه است که داره خودش رو نگاه میکنه. توی بسیاری از داستان‌ها پریای دریایی به پیشگویی از آینده میپردازند و یه جورایی پیشگوان، میتونن بدونن که آینده چه اتفاقی میفته و چه خبرایی هستش. گاهی از روی اجبار نیروهای فراتبیعی خودشون رو به انسان‌ها میبخشن و گاهی عاشق انسان‌ها میشن. با فریفتن دل انسان‌ها و اینکه یک انسان رو عاشق خودشون بکنن، میبرنش قعر دریا و خفش میکنن. تشابهاتی بین افسانه‌های پری دریایی و افسانه سیرن یا همون حوری دریایی اسطوره‌های یونان وجود داره که میگن اینا یه جورایی شبیه هم از لحاظ داستانی و یه جورایی هم از لحاظ ظاهری. درسته که طوری که دیدید و میدونید توی افسانه‌ها، یعنی خیلی از افسانه‌ها پریای مهربون و خوشگل و خیلی خوشقلبی هستن، ولی به طور معمول پریای دریایی پلید تصور شدن. وقتی به یه آدم هدیه‌ای میدن، کادویی میدن، یه چیزی از طرف خودشون میدن، اون هدیه بدیومنی میاره برای طرف. اگه خدایی نکرده یه وقتی یه پری دریایی از کسی آزرده خاطر بشه یا از چیزی دلش بلرزه، کل اون منطقه رو طوفان و سیل میگیره، به طوری که دیدن یکی از پری دریایی توی دریا نشونه ی غرق شدن یک کشتی توی همون منطقه هستش که پری دریایی دیده شده. بعضی وقتا با خوندن آوازهای زیبا موجب جلب و جذب ماهیگیران دریا نوردان شده و باعث میشه که کشتیشون غرق باشه. هانس کریستین اندرسون که در داستان محبوب پری دریایی کوچولو که در سال 1836 اون رو به تحریر در آورد، در مورد پری دریایی اینجوری نقل میکنه که پری دریایی اکثرا نمیدونن که انسان‌ها نمیتونند زیر آب تنفس کنن و نفس بکشن. فکر میکنن انسان‌ها مثل خودشون میتونن توی آب هم نفس بکشن و زنده بمونن. یا اینکه به عقیده برخی دیگر پریای دریایی به خاطر این آدما رو توی آب غرق میکنن که عقده شخصی دارن یا از طرف نفرتی دارن. پری دریایی توی بسیاری از افسانه‌های تمدن جهان، از تمدن آشوریان بگیرید تا تمدن یونان باستان وجود داشته است. توی برخی از افسانه‌های اروپایی اومده که پریای دریایی میتونن آرزوهای یک انسان رو برآورده کنن. فکر میکنم که توی یه سری از فیلم‌ها هم اینطوری دیدین یا کارتون‌ها. اگه فیلمی یا کارتونی در این مورد دیدین و میشناسید، حتما توی کامنت ها بنویسید تا هممون ببینیمشون. یه افسانه ترسناک ژاپنی وجود داره که میگه اگه برید گوشت پری دریایی رو بخورید، موجب سبب جوان ماندن زیاد و جاودانگی میشید، یعنی هیچ وقت پیر نمیشید و به طور مثال تا ابد زندگی میکنید. برخی زمینه خلق افسانه پری دریایی رو پستانداران آبزی مثل گاوهای دریایی و دوگانگ‌ها میدانند که در کنار دریا به نحوی مثل انسان‌ها به شیر دادن بچه‌شون میپردازن. میدونم خیلی عجیبه، ولی خب سبب به وجود اومدن این افسانه رو اینطوری بیان کردم. این از اینجا تا اینجای ویدیو و الان میرسیم به سوال‌های ترسناک این ویدیو. حتما قبلش نظرتون رو در مورد پریای دریایی بنویسید و سوال هم در همین مورد. تصور کنید که یه خونه کلبه‌ای کنار دریا دارید و وقتی که ساعت 12 به بعد میخواید بخوابید و میخواید که برید سر جاتون، پنجره‌تون کنار دریاست و یه نگاهی از پنجره میندازید بیرون، یه پری دریایی میبینید که روی صخره داره موهای خودش رو شونه میکنه و وقتی که شما رو میبینه و متوجه بودن شما پشت پنجره میشه، بهتون اشاره میکنه که بیایید پیشش
خب شما فرض کنید که میرید پیش پری دریایی و وقتی که رفتید پری دریایی یک هدیه از آب براتون میاره، یه چیزی مثل صدف مانند که میتونید توش فوت کنید و صدای عجیبی بده. خب شما اون هدیه رو قبول میکنید یا میذارید برید؟ اگه بذارید و برید و اون هدیه رو نگیرید، پری دریایی از شما متنفر میشه و باعث میشه که بلاهای طبیعی روی سر اون خونه و اون محوطه بیادش. اگر هم اون هدیه رو قبول کنید، پری دریایی شما رو به اعماق دریا میبره. معلوم نیستش که میتونید زنده بمونید یا نه. حتما انتخابتون رو توی کامنت ها بنویسید تا بدونیم که چه انتخابی میکنید تو اون لحظه. و تا ویدیوی بعدی، تاریکی به کام، بسیار روشن.